عزیزان چند جمله حرفهای شکسته هست و دعا هست فقط و جا داره که امروز ما در این مراسممون به الله تعالی رجوع کنیم اولا و از الله تعالی همه ایمون امروز در این محافلمون معذرت خواهی بکنیم و عذرخواهی بکنیم آنچه که مایه ناخشنودی پروردگار بوده و ما ناخشنودی الله را و ناراضگی پروردگار را فراهم کردیم و الا الله تعالی مهربانم به بندگان صاحب فضلان از بندگان تحمل میکنن حلیمان برداشت میکنن ولی واقعا وقتی که فساد به اوجش میرسه وقتی منکرات زیاد میشه مفاسد زیاد میشه مظالم زیاد میشه کوتاهی ها زیاد میشن غفلت زیاد میشن الله آزمایشات میاره الله آفات میآورد و بلاها را میآورد زلزله ها را و خشکسالی ها را و سیلاب ها را این همه سلسله هستند سلسله یک زنجیرند حلقه های یک زنجیره هستند و کرونا را می آورد و آفتهای گوناگون را برای آنکه بندگان به الله رجوع کنند بندگان به الله برگردند و بندگان توبه کنند و حال خودشون را اصلاح کنند و بسیار جای حسرت و افسوس و وای بران قوم وای بران ملت که درس عبرت نگیره به الله رجوع نکنه و توبه نکند و به غفلتش ادامه بده به گناه ادامه بده وای بران افراد بران اشخاص بران جامعه برای اون ملت که از خدا نترسه درس نگیره عبرت نگیره و لحاظ عزیزان عبرت بگیریم از سابقه اقوام گذشته ملت های گذشته ملت های تاریخی گذشته که در اثر نافرمانی الله با اونها چه رفتاری کردن چه درسی دادن جهانیان را و از الله باید ترسید الله حلیمه تو مسو مغرور و از حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرد تو را الله دیر میگیره حلیم بردباره ولی وقت میگیره سخت میگیره واقعا کرونا مریضی سختی مشکلی است واقعا تلفات داشته همه دنیا را به لرزه در آورده همه دنیا را تکان داده ضربه اقتصادی زده ضربه عزیزان من موت و حیات را داشته و خسارات وارد کرده و جا دارد که در مراسم امروز دعا کنیم برای آن عزیزانی که در گذشته ما از دست دادیم در اثر این مریضی و افراد مفید در جامعه از طیف علما از طیف تحصیل کردگان از ریشسفیدان از برادران و از خواهران و مادران که در جامعه نقش داشتند و فعال بودند خیلی انسان ها را از دست دادیم و خیلی مریضان برای گذشتگان امروز دعای برای مریضان درخواست شفای و استغفار و توبه و درخواست از پروردگار که این مریضی را الله برداره و چنان برداره که آثاری از این مریضی هم نمانه توی جامعه ما الله تعالی تبدیل بده این آفت را این بلا را این مصیبت را به رحمت تبدیل بده به هدایت تبدیل بده به رجوع الله تبدیل بده والله این آفت از سر ما و همه جهانیان همه مسلمانان همه بشریت و مردم دنیا الله آفت برداره امروز روز دعای
روز تضرع و زاریه. و ما گفتیم یه روز کسی خواب دیده بود که جمعی را بردارید و برید بیرون از شهر دعا کنید. گفتیم امروز که روز عیده و همه ما بر اساس سنت اسلام آمدیم اینجا شعائر دینی را برگزار کنیم. امروز روز قربانیه، امروز روز حجه و لحاظا بهترین فرصت برای دعا امروزه. دعایی بکنید که رحمت الهی امروز به جوش بیاید و الله سر تکثیر همه ما در گذر باشه. دو تا مطلب من خدمت شما عرض می کنم و یک مطلبی در رابطه با اهواز هست و واقعا برای هم بنده خیلی تعجب آور بود که مردم اهواز که یک بخشی از یک عضو از پیکره جامعه ایرانی هستند و ملت ایرانند و بر سر نفت راه میرند و گاز و نفت در سرزمین اوناست که سرمایه بزرگ ملی ایرانه و آب فراوان که در همین سال چندین بار اینا غرق شدن توی آب و باران و رودخانه قارون دارند که یک رودخانه که اون زمانی که ما دیدیم فرخروش بوده و اینها تشنان و این مسئولین تا حالا نتوانستن برای این برنامه ریزی بکنن. آب از اولویت های اوله و حرف اولا نیاز آب و غذا میزنه برای هر جامعه و لحاظا برای این همه فرصت داشتن این مسئولین و نتوانستند برای این مردم آب برسونند و برنامه ریزی بکنند که امروز داد ملت اهواز در آمده است و اعتراض دارند و فریاد میزنند و لحاظا همه ما درک میکنیم این اعتراضات این عزیزان را، فریاد اینها را همه ملت ایران شنیده و مسئولین هم شنیدن و مسئولین توصیه میکنم که حرف مردم اهواز را بشنوید و برای این که فریاد اینها که فریاد آبا میزنه یک فریاد به حقی است، خواسته به حق، خواسته ناحق ندارم و فکری برای مردم آواز بردارید و بنده از طرف دیگر توصیه میکنم به مردم شریف آواز که صدای شما شنیده شده و صدای شما را ما متوجه شدیم ملت ایران مسئولان و لحاظا شما آرامشتون حفظ کنید و از دولت جدید دولت حضرت آیت الله رئیسی میخواهیم که آبرسانی را به وجب منطقه اهواز مردم شریف آواز در برنامه اولویت کار خود قرار بدن. برای این آب باید برسه، اینا باید آب داشته باشن. آب مایه حیات، آب چیزی نیست که بالاخره در او کسی مسامحه بکنه و در او تعللی داشته باشه و ما امیدواریم که انشالله حضرت آیت الله رئیسی و دولت جدیدی که به کار می آید به صدای مردم آواز، به فریاد مردم آواز رسیدگی بکنند و خواسته اونها را در اولویت دولت جدید قرار بدهند و ما خواهان من هم از مردم آواز می خواهیم که آرامش خودشون را حفظ کنند. حرف دوم من در رابطه با افغانستان و افغانستان ما دعایمون چیزی دیگه از دست ما بر نمی آید و دعای ما آنه که ملت افغان به صلح و به ثبات و به امنیت برسند و زمانی میرسند که به هر حال بین خود ملت افغان مردم افغان بالاخره یک مصالحه انجام بگیره، یک توافق انجام بگیره
ملت افغان توافق به حق کنه. عده کثیری از ملت افغان خواستن شریعت اسلامان و شریعت اسلام چیز خوبی است، چیزی نیست که از وحشت بکنه کسی بترسه. قرآن هم میخواهند، شریعت هم میخواهند، دین هم میخواهند، چیز باطل نمیخواهند و زیاده خواهی ندارند. و چه اشکالی داره که مردم افغان همه دولتی که الان اونجا هست، دولت و ملت و تحریک طالبان همه توافق کنن بر اجرای عدالت و بر حق و امنیتی در کشور حاکم باشه. کشور افغانستان نیاز به امنیت داره، ملت افغان و ملت افغان نیاز داره به ساختن کشورشون، اینکه با دنیا ارتباط رابطه سازنده داشته باشند و یک کشوری داشته باشند که مایه افتخار بشه، مایه ثبات بشه. و چه افتخاری بالاتر از حق و از اجرای عدالت و از مساوات و از دین حنیف، دین ابراهیم علیه السلام، دین محمد رسول الله. و من در یک صحبت عرض کردم که اون زمان هر دولت اسلامی و هر نظام اسلامی، چه نظام جمهوری اسلامی باشه و چه هر کشوری که بخواهد اسلام بیاره، زمان موفق میشه که الگوی خود و اسوه خود محمد رسول الله را قرار بده. سیره حضرت رسول، سیره خلفای راشدین، سیره ابو بکر و عمر و عثمان و علی باشه و سیره پاکانه بتونه که نافذ بکنه. انشالله ملت راضی میشه. اگر سیره حضرت رسول، اگر اخلاق رسول، اگر تحمل حضرت رسول، اگر ظرفیت قرآن، اگر ظرفیت محمد رسول الله باشه، اگر ظرفیت خلفای راشدین و حضرت علی باشه و اگر ظرفیت اهل بیت باشه و اگر ظرفیت شریعت اسلام باشه، مطمئنم که غیر مسلمانان راضی خواهند شد، اقوام راضی میشن، ملت ها مذاهب راضی میشن، مسلمان راضی میشه، غیر مسلمان راضی میشه و دنیا راضی میشه. امکان نداره که دنیا راضی نباشه. ظرفیتی ما ببینیم که رحمت للعالمین چه ظرفیتی داشتن و بزرگان صحابه چه ظرفیتی داشتن. ظرفیت اونها اگر با ظرفیت تحمل و صبر و حوصله و برداشت و حتی برداشت مخالفان. و من بارها عرض کردم که او شخصیت را قبول دارم که با مخالفان بشیده و مخالفان تحمل بکنه، حرف اونها را گوش کنه و حرف خوب اونها را بگیره. تحمل و ظرفیت اگر بالا باشه در حال این رحمتی میشه. این خیلی خوبه، بسیار چیز خوبه و ما دعا میکنیم امروز که آینده افغانستان الله آینده روشنی بکنه. چون ما مغزمون چسبیدن به هم و اونجا طرفین که طرف میشن هر دوتا افغانن و هر دوتا به هر حال یک کلمه میگن و ما امیدواریم که نه به تفاهم برسن، به توافق برسن و توافق بر حق بکنن، بر اجرای عدالت بکنن، مبارزه و فساد بکنن. فساد ضد اسلامی، فساد مالی، فساد اخلاقی ضد دین. اسلام میگه اخلاق، اسلام میگه امانتداری، اسلام میگه وفا به عهد
و به هر حال دیر نشه اسلام تمام دستوراتش، تمام فرهنگش، تمام تمدنش خوبه، به شرطی که اسلام باشه، دیگه چیزی نباشه و نام اسلام کسی بگیره و حرف خودش را نیاره، بلکه آنچه که حضرت رسول انجام داده، آنچه که خلفای راشدین انجام داده، آنچه که قرآن میگه، آنچه که شریعت اسلام میگه، آنچه که اولیاء الله و بزرگان و ائمه گفتن، اگر اجرا بشه انشاءالله هم خدا راضی و هم زحمت راضی میشه، مسلمان و غیر مسلمان راضی میشه. دنیا تشنه و نیاز داره به این که واقعا اسلام ببینه. ما امیدواریم که همه جا تلاش بشه برای اینکه اسلام اونطور که اسلامه همون بشه، قرآن بشه و حرف من و حرف اون روحانی و حرف اون آخوند و حرف اون ملا و مفتی و مرجع نشه، حرف خدا، حرف قرآن و سخنان و راهنمایی حضرت رسول اجرا بشه. این عرض کنم که میتونه رضایت خلق را بگیره.